یک قهوه آشتی آماده کنم می نوشی؟ نه نمیخوام تشکر. شرف فیگل؟ منم. این رو به شما آرامون کردم. اینجا امضا بذارید. تشکر. سلام باشه. حافظه‌اش رو نه بلکه عقلش رو هم گم کنه تو رو باور میکنی. دعوا میکردی که همسر تو دروغ نمیگوید. پس این رسم ها از کجاست؟ فریده گفت که این مرد رو نمیشناسه. من نمیدونم که در این راز تو چی دیده ایستاده ای، اما من دروغ و باز خیانت رو دیده ایستادم. اوچا جان ما به مکتب هم رسیدیم. همینجا هست. شما خودتون تنها روی خونه رو میابید؟ اوچا جان میابم. شما خواطر نشوید. کنی پسرم بهای خوب بگیر. 5 بگیر دخترم. تشکر جان. در اینجا چی کار میکنی؟ حالا هم از پسی من میگردی. رو از اینجا. باید که با من صحبت کنی. بیا. دیوانه شده ای؟ رو میگویم. گوش کن، حالم خوب نیست. مرا عصبی نکن. تنها صحبت کردن میخواهم. از من دور شب گفتم. در همین باغ 10 دقیقه صحبت بکنیم. به تو میگویم که این کارها رو کی کرد. وقتی آن آمده است که دوستت را از دشمن فرق کنی، این فرصت را دیگر نمیابی. تنها 10 دقیقه خوب فکر کن. بیا. یاسین دادا تو در اینجا چیکار میکنی؟ مادرت در کجاست؟ با اون طرف رفتن. همراهشون یک مرد بود. صحبت داشتن. مرد؟
اون چیزی که به سر من اومد نقشه های تو نبود مگر؟ نه نقشه من نبود. آن زن پینار همش رو اون نقشه کشید. من تنها گفته های او رو اجرا کردم. مرا استفاده کرد. پینار حیران هم نشدم. من به او چی بدی کردم نمیفهمم. همه اینها رو برای چی میکنه؟ من نمیدونم که به او چی بدی کرده ای، اما در چشم او بد هستی. برای تو را از آن خانه دور کردن همه ای کار را میکند. به شیرین وعده داده بودم شما رو افشا نمیکنم. هر جا تو رو فراموش میکنم. اکنون تنها فراموش کردنی تو بسنده نیست. شوهرت و برادری شوهرت هم فراموش کنند. کی بودنم را فهمیدند. من رو تعقیب نکنند. فهمیدی؟ خیر پینهان شب. مگر گفته‌ات آسان است؟ کار باز هم پیچیده شده است. شوهر و برادری شوهرت را از من دور نگاه دار. از آن زن هم یک چهار شب خود را نگاه داشته نمیتواند. تا خواستش را به دست نآورد آرام نمی شود. باید که تو را نیست کند. با اون مرد چی کار دارد؟ فریده! کجا؟ صاحب خانه را دیدن میخواهم. کی میپرسد؟ نباهت افیگیل. انتظار شوید. سردار نباهت افیگیل اومده، شما را دیدن میخواهد. آه 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 نباهت افیگیل باز چی دردی دارد؟ مرحمت کند. مرحمت، شما را انتظارم. مرحمت. مبارک شود نباهت خانم. کدام شمال تو را اینجا آورد؟ ولی برای خیر نآمدم. به این هم آمدن های تو خیر ندارد. یا برای مشکلی می آیی یا برای جنگ. کنی ببینیم امروز برای چی آمده ای؟ خوش گذشتین؟
نزدیک شوی میمیری. خیز اجوید اجوید خیز پوشت رو گردان روگرد این عکس‌ها در دست شرف چی میکند؟ کمال همه چیز رو به من نقل کرد. اون چیزی که به سر من اومده است نقشه تو بوده است. میخیم نه؟ چرا به من چنین میکنی؟ من به تو چی بدی کردم؟ گپ زن آخیر. محبوبین، سبب همین است. این چی؟ حامله دارم و این رسم اولی فرزندم است. خوب، اما این به من چی علاقه دارد؟ فریده، از دستم آمده رو کردم، اما تو بدور نشدی. کودک از شرف است. یعنی از شوهرت. اکنون بفهم. حقیقت است جانکم، حقیقت. در اینجا مگر از دوست داریشون ما رو نگاه می‌دارند؟ آنها پروای ما رو ندارند. آنها فکری فرزند رو میکنند. من هم در اینجا بودن رو نمیخواهم، اما تا تولد شدنی فرزندم دیگر راهی ندارم. نه، ناممکن است. گوش کن فریده، از پیش راه من دور شو. از میان من و شرف هم دور شو. برای تأمین آینده فرزندم من هم حق دارم. از پینور درک داری؟ بله، جانان خانم گفته بود. فهمیده است که پولی خانه رو تو داده ای. میگوید که به آقای خیردین همهش رو میگویم و با این سخنش مرا متهم کردن است. من نگفتم. تو هم نگفته ای؟ پس از کی و چگونه فهمیده باشد؟ نمیدونم فیته رو از کجا یافته است. سخن رو نی هر دویمان در درون ماشین در کامپیوتر به من نشان داد. تلفنم را در خانه فراموش کردم. خدایا، مجبورم باز به خانه برگردم. تو چی گفته ایستاده ای نباید؟ برای ثبت کردن باید در ماشینی من کامera مانده شود. من محافظ دارم. حتی پشه بیگانه به ماشینی من نزدیک شده نمیتواند. گفته هایت درست نباید باشد. در این کار سهمی نفری هست. به سوی زرگشته اما دیگر چیز را هدف گذار. به کار غضب کرده ای و مرا به سوی آن زن روانه می کنی. غالب، با چشمانی خودم دیده میگویم. همون روز با تو چی که گفتم همش رو تماشا کردم. این کار را از حد گذشت.
با من کمک بکن. مثل گربه که با موش بازی میکند، با من چون این بازی دارد. سلام، خوش آمدی آقای یشر. سلام اپا. من لیلا رو میپرسم. 2 روز است که میکابم نمیابم، در خونهش هم نیست. شما در کجا بودنش رو نمیدونید؟ در کجا بودنش رو نمیدونم، با من چیزی نگفت. مراد در خانه است؟ او رو یک بینم. مراد وقتی خوابش است. فهمیدم. مایلش ببخشید اپا ناراحت کردم. هیچ گپ نه. روز بخیر. روز بخیر. صبر شو. هایکو کجا می رویم؟ رفتی میفهمی. اگر گفته هایت درست باشد هم چرا به تو کمک کنم؟ مجبور نیستم. برزگاه مرده است و میدان خالی شده است. به خاطر روزهای گذشته کمک بکن. از روی تو شده خیردین اینقدر اذیت کشید. تلفنم رو فراموش کردم. نباید خانم، تو در اینجا؟ گفته هایم همین قدر بود. روز بخیر. نباید خانم، یک لحظه. تو رو اینجا دیده حیران شدم. یگان چیز رخ داد. چی شد؟ مسئله امیر و یاسومن رو صحبت کنم گفتم. به دخترش رازگی نمیدهد. یک روی دارد میدونی. فهمو. امیر و یاسومن. میلش جانم خانم، من رفتم. سلامت باشی. خیر نباشد. از همسرم چی میخوایی؟ چرا اطرافی او چرخ میزنی؟ رسم از کجا آمد؟ گبزن. مرا نپرس، او را بپرس. او را کی را پرسم؟ کثافت. گبزن. کی میشد باز؟ در خانه بوده اتان؟ از ازمیر آمدیم. حاضر میرسیم اما سخنی هم نمیگوید. وقت زیادی از دست دادم. برای رفع تلفات بسیار باید خوانم، بسیار دعا بکنم. از این سخن بوی سوختگی آتشی درون به مشامم میرسد. درست فهمیدید. با مسئله های اولوی رو برویم. آخر همه با یک دیگر سخن میکند. کسی قهری نیست انشالله.
در میانمان قهری نیست، همدیگر فهمی نیست. مولانا در مثنویش حکایتی را نقل می کند. روز فارس و ترک و عرب و روم رفیق می شود. وقتی خوراک ترک می گوید من بازار رفته اوزم می بیارم، عرب اعتراض می کند نه اینب می بیاریم. روم باشد می گوید نه استحفیل می بیاریم. فارس از جایش خیسته می گوید نه بهترش ما رفته از بازار انگور می بیاریم. بحثشون تا به جنگ می رسد. از دعوا یکدیگر گلامندی سر می زند. این در حالی است که همهشون انگور می خواستند. چون حال ما بوده است. همون خورسندی می خواهیم، سعادتمندی می خواهیم. حتی با یک زبان فهمو. اما افسوس که هیچ آن را دسترس کردن نمی توانیم. زیرا همزبان نیستند. نفرهای یکدیگر را میفهمند چون که یک حسیات دارند. مثل که به من توصیه میدی. در اصل در میان آیله کوهی طی ناشده و مانعی روشن نشونده نیست. یک چیز را میخواهید اما با افاده گوناگون. از این خاطر همدیگر فهمی نیست. در اصل احتیاج به ترجمانی دارید. ترجمانی لازم است که دیوارهایی که میان قلب‌ها انشا شده است شکند. عائله شما به ترجمان قلب احتیاج دارد. کی می شود؟ حاضر به دوش شماست. دیوارها و کوههای میان آنها را با محبت، با ایمان، با درستی محو میگردانید. همه‌شان که انگور میخواهند به آنها ترجمان میشوید. چشم قلبم رو شده. تشکر. بخیر است دخترم؟ تینجی است؟ پینور از شرف حامله دار بوده است. درست میگوید. دهانش را نگاه داشته نتوانست. او رو به بالای من به خانه آوردید. درست است گفته هایش. جاغی بالا به جاغی پایان باره هم پیوست نشد. خیانت کردن شرف را میپرسم. اما شما سالانی زیاد کینی نتان بودم. مگر از من ناراضی بودید؟ چرا از من ناراضی هستید؟ چگونه ما را زیر یک بام نگاه داشتید؟ چی خیر؟ برای چه گذاشتید که در یک خانه ما زندگی کنیم؟ به من سخن نرسید.
اکنون همش رو فهمیدی. کمی ناموس داشته باشی. دیگر در این خانه نمیستی. با همه کرده های جواب میدی. این احمق در اونجا چیکار میکند؟ چرا اونجا رو میکند؟ چاکم میزند. جام رو میکشم. از جهت خیز. از جهت خیز گفتم. دستهایت را پشت سرمان. خطا میکنی دادر. بیرون برو. بیرون برو. خطا میکنی دادر. من یکم گناه ندارم. مرا هم بازی داراندند. مرا سرگم نزن. بیرون برو. زود باش. مرا فهم. بیرون برو. حرکت کن. دستهایت را بردار. لبه سردار. باغبان چیکار میکند؟ باغ را تازه میکند. وقتی تازه کردن ما هم رسیده است. یشر را گرفته نزد من بیار. در کجایی که نباشد برداشته بیار. اطاعت سردار. اکا در کجایید؟ اکا
امیر ака ин аҳволи гулҳоро бинед гуноҳ аст охир امیر دیوانه میشم در همه جا چیزی هست مثل مشت ما را بغی میکند шумо ором шавед ман гулҳоро ҷамъ мекунам ایستا از این گلها با تو چی؟ ман шуморо намефаҳмам аз гулҳои бегуноҳ чӣ мехоҳед ака از این گلها چیزی نمیخواهم امیر همسری من با مردی رسم گرفته است باز بچه‌ش اونم نگریسته با من دروغ میگوید خدا توبه نمیشناسم میگوید او را محافظت میکند ака шумо чиҳо гуфта истодаед кадом расм кани расмо چند هفته شد که انتظار شدم که بیاید حتی نپرسیدم که چرا غیب شدی در کجا بودی چی کار کردی به خانه آید گفته کاری نممکن نکرده باشم اما او کی میداند شاید با آن آدم ака хомӯш шавед чӣ гуфтанатонро намедонед суханҳое гуфта истодаед ки бадтар пушаймон мешавед من باید با فریده صحبت کنم باید که به کارهای کردهش جواب دهد ака интизор шавед чӣ суҳбат мекунед ака хоҳиш мекунам маро гӯш кунед ака истед ака истед вақтам хуш аст хуб кардем ба инҷо омадем валлоҳ дар хона нишаста дилгир шудам пештар ба роҳат баромада метавонистӣ ҳозир чӣ шуд апам аз хона баромада рафт падарам ба ман аҳамияти зиёд медиҳад ҳамаи рафторам таҳти назорат аст ҳафтаи гузашта дар клуб зиёфат аст омада метавонӣ яъне ман гуфтаниам ки боз падарат мисли он шаба наояд ба ёдам маёр маро дар пеши ҳама шарманда кард ин шаби бадтарине буд ягон сухан карда мебароям магар дигар дурӯғе намондааст ин суханҳоро як тараф бимонд дар бораи худамон гап занем найлаш дар вуҷуди ман тарс пайдо шуда истодааст шояд ба сараш балое омада бошад яшар калаатро кор фармо ин духтар куҷо рафта бошад бародар маро тарсонде чӣ гап аст боз чӣ мехоҳед сардор туро дидан мехоҳад даъват кардед мо наомадем одам бар ин гӯед меоед хомӯш ба дарун даро писарам чӣ шуд барои чӣ ин қадар қаҳролудӣ شرف چی گپ است پسرم پسرم چی گپ است جان من هم درد دارد شرف ایست پسرم چی گپ است مادر شما دخالت نکنید شرف شما فریده آن مردی در رسم بوده کی است با فریده یگون کار کنه چی؟ دست با کشتار زنه چی؟ خب خاموش مگر شما رو میترسی؟ گویا کی فکر میکرده باشد گمزن فریده بخیر است باز چرا ما را دعوت کردی یک چند سخن دارم. بعضی ها در هر طرف ثبت کرده می گردند. به گوشم رسید. فکر کردم در میان کارگرها نفر خائن است. از چی سبب باشد اول به خیالم تو آمدی؟ همین رو میجویی؟ چرا؟ در دست تو از کجا یافتی آن را؟ در بالای قالی افتیده بود. ممکن؟ چرا ناممکن باشد؟ هم اصل ثبت ها و هم نسخه ها را می خواهم. همین قدر؟ من به تو گناه هم را نمیدیم آقای غالب.
چرا ثبت ها رو بدهم؟ حافظه چون ماهی داری. هر لحظه باید که به یادت بیارم. در دستم تپانچه هست و با ایزی انگشت تو فراموش کردی؟ بله. تو در دست امتیازهای بسیاری داری برای مرا استفاده بردم، اما اکنون من هم امتیاز دارم. همه کارهای افلاست را یک یک افشا میکنم. گوش کن یشر، ثبت تو تنها سری مرا کمی به درد می آرد. یک چند ماه یا یک سال اما می گذرد. من تو را با ایزی انگشتت یک عمر زندانی می کنم. شد؟ راضی هستم؟ اینقدر زود؟ اما با یک شرط. شرف، درو کشو پسرم، درو کشو. شرف. مادر، اگر یک کلمه دیگر گوید این خانه را به سرتون چپه میکنم. فهمیدید؟ اکنون هر دویتان به پایم فرایید. زودتر! گوش کن فریده، از دستم یگان بلا سر میزند. بگو آن مرد کیست؟ خواهش میکنم مرا مجبور نکن. فریده، یگان بلا را به سرت میارم. گپ زن فریده، کیست آن مرد؟ چند هفته در کجا بودی؟ برای چی با آن مرد پنهانی وا میخوری؟ برای چی؟ خواهش میکنم خاموشیم. عجیب کاره. را سیر و گشت بکن، هر کار خواهی بکن، بعد بیا و گوی که حافظم گم شده است خود رو خلاص کن. چرا با او یک جای رسم گرفتی؟ چرا در امنیت رو آشکار نکردی؟ قسم یاد میکنم که من کاری بدی نکردم. وجدان و دلم پاکیزه است. پس برای چی با او پنهانی وا خوردی؟ برای چی؟ برای چی؟ شرف! با خاموشی به جای نمیرسی. فریده همه رو با من یکا یک میگویی، وگرنه قسم یاد میکنم که تو را و خودم رو هم میکشم. چند روز کجا غیب زدی؟ برای چی او را حمایه میکنی؟ گپ زن! بس بودگید! سوال هایی که من جوابش را نمیدونم از من نپرس. نمیدونم. از پینار بپرس. مرا او از خانه دور کرده است. مرا به دام خود کشیده، او مرا را تعقیبگری من کرده است. از زنی که در بطنش فرزندی توست از او بپرس. شرف! شرف! پسرم در را کشو. شرف چی گپ است؟ شرف اونجا چی گپ است؟ شرف مگر دیوانه شده ای؟ در را کشو. شرف با تو میگویم. شرف این در را بکشو آخر. شرف با کی میگویم؟ فریده در را کشو. در را کشو آخر. شرف در را کشو. شرف با خود بیا. چیکار کرده ایستاده ای پسرم؟ این چی احوال است؟ پدر من قاتل میشوم. در آخر مرا قاتل میکنم. نباید تو فریده را آرام کن. بیا پسرم بیا بیا. فریده دخترم، دستت خون آمده ایستاده است. تیرزه هم شکسته است. افسوس دخترم. از پینار بپرس. مرا از خانه او دور کرده است. مرا به داد
بی خود گرفته عمر را تعقیب گریبان کرده. از زنی که در بطنش فرزندی دوست از آن بپرس. پدر مرا از راهم نگردانید. من به احوال دچار شدم که برآمدن از آن غیر امکان است. همسرم با یک مردی که او را گرو گرفته بود یک جا رسم گرفته است. نفری رسم را به من روان کرده است. به فکر شما از این بعد سخن بد از دهانت نبراید. سخنهای ناحق مگو. از تو همچون پدر تنهایی یک چیز میخواهم. همسر تو دختر من می شود. به خاطری 10 سال اول بپرس بفهم و بعد حرکت بکن. مایلش همین رو میکنم. اما پدر اهل عائله صبر میکنند. کلینم دخترم چی شد؟ من تو رو میشناسم. خصلت خوب داری دخترم. با عائله توجه میکنی. آداب و احترامت را از ما دریغ نمیداری. تو با ما هرگز داغ نمیاری. حافظت را گم کرده و احوال دشوار است. حافظه گم شدنش ممکن اما وجدان هرگز گم نمیشود. تو با خطاگی و حرامی نزدیک نیستی. میدانم. خودت رو در امنی حس بکن. فراموش مکن که عاقبت درستی به هلاکت ببرد هم نباید از آن جدا شد. انشاءالله از این امتحان هم با سر بلند میبرایم دخترم. عائله‌ام را پراکنده و ویران کردند. من چگونه آن را حمایه کنم؟ با چشمان خودتان ببینید و با عقلتان بها بدهید. با من آیید. خواستت اجرا شد. تو غالب برآمدی. دیگر حاجت به پنهان کردن نیست. اون چیزی که به من گفتی و آنها هم بگو. آنها هم حق دانستن دارد. بگو آخر. چی باید بگویم؟ من چی پنهان میکنم؟ از من چی خواستنت رو؟ چگونه مرا به دام خود کشیدنت رو؟ چگونه آن آدم را از پس من کردنت رو؟ بگو آخر. من با کارهایتان یگان ارتباطی ندارم و مرا هم داخل میکنید. همین خیل؟ من از تو چی خواهش کرده میتوانم؟ مگر حقی دارم؟ به این هم احوال معلوم است. تو عائله داری و من در بیرون. در نزد من دیگر و در نزد آنها دیگر سخن نگو. روی اصلیت را نشان بده. چی میگویم؟ آنچه که من میدونم به این هم همه میدونند. مرا در این خانه آقای خیردین قبول کرده بودند. این احوال را دانسته اجازه دادید؟